از روی تفسیر تاریخ‌نگاران، تاجیکان تا زمانی به دست آوردن استقلالیت دولتی یعنی سال 1991 به هیئت دولت‌های اجدادی و خاندان‌های بیگانه تبار زیرین داخل بودند. هخامنشیان سالهای 550 330 تا میلاد، سلفکیان سال 312 تا 250 تا میلاد، یونان و باختر سال 250 تا 140 تا میلاد، اشکانیان سال 247 تا سال 226 میلادی، کوشانیان عصرهای 2 و 4، ساسانیان سال 224 تا 651، هیتالیان 450 تا 567، خلافت عرب 671 تا 875، طاهریان 821 تا 873، صفاریان 873 900، سامانیان 875 تا سال 999، غزنویان 998 تا 1186، قرخانیان 1005 تا سال 1212، سلجوقیان 1040 1157